آنا کارنینا، زنی دلزده و غمگین، همسر یک مقام بلندپایه روسی است. آنها شبی از سنت پترزبورگ به مسکو برای یک مهمانی رهسپار می‌شوند. در مهمانی آنا با الکسی ورونسکی آشنا می‌شود، یک افسر جوان. و اینجا عشقی ممنوعه شکل می‌گیرد. در حالی که کاترینا دلباخته الکسی نظاره‌گر است. در سنت پترزبورگ آنا در تب و تاب عشق می‌سوزد، حتی پسرش را نیز نادیده می‌گیرد. همسرش کانستانتین به رفتارهای او شک کرده است. مدتی می‌گذرد و آنها به تماشای یک مسابقه اسب سواری می‌روند. مسابقه‌ای که الکسی زمین می‌خورد و آنا واکنشی شدید نشان می‌دهد. من عاشق الکسی هستم. پس من و پسرت چی؟ آنا خانه را ترک می‌کند و به تبعیدی خودخواسته می‌رود. کم کم قضاوت‌های مردم آغاز می‌شود. و سرد شدن تدریجی الکسی. عواملی که آنا را به تصمیمی دردناک مایل می‌کنند. او شبی سرنوشتش را به قطاری گره می‌زند. و بعد خودش را جلوی قطار می‌اندازد.